بسته‌کارهای بهترین رو من چرا حرمت نکنم، چرا دوست ندارم؟ وقتی که سخن مثلا درباره امیر دوست محمد میرد یا که قدرت الله یحیی میرد یا که فتاح یادینه که دیگران، چرا من اینا رو حرمت نکنم؟ چون که اینها در حقیقت بسته‌کاران اصیل هستند و طی چند ساله که ما در رادیو و تلویزیون هم کار کردیم با اینا یک جایگی بسیار سر و کار داشتیم با این بسته‌کارا. بسیار آهنگای اینا رو من طریق رادیو و تلویزیون سراییدم. و این مسئله دیگر است که مثلا چرا بسیار آوازخوان‌ها با چیزهای سبک دست میزنند، که با آهنگ یا که با سخن‌های سبک. این اصیل نبودن بسیار از اینا را میفهماند. اما صنعتکار اصیل نیست، چرا با چیز سبک دست میزنه؟ دوم اینکه بسیار اونا را این شرایط هم مجبور کرد ساخته است. شرایط امروزی که مشکلی های زیادی را پیش چشم آورده است، مجبور ساختن نمیتواند. اونا بنابر این سبب با چیزهای سبک دست میزنند، اینا را یک روزمره خود میسازند. هر یک سرود نیست مثل شعر و داستان، مثل پوست و رمان با زحمت زیادی انشا میگردد. سراینده برای این زحمت زیاد به خرج میدهد. شب‌های بیخوابی کشیدن جهد می نماید که سرود خوبی تولید گردد تا که به دلها جای یابد. اسباب‌های موسیقی را دقیق و خیلی هم ماهرانه به کار برد، استفاده برد. مخصوصا به من اسباب‌های موسیقی ملی بیشتر معقولند. چون که با اسباب‌های ملی که اگر هر یک آوازخوان وقتی سر کار داشته باشد، زیادتر فکر و اندیشه خودش را بالای یک آهنگ برای شنونده اظهار کرده میتواند.
هم زبانی از دوستان جانی تنها تو را ندارم هم دوستان نانی دارم و هم زبانی از دوستان جانی تنها تو را ندارم میده میده میری میده میده بالا مرا کشته عزیزو قد بلند و بالا میده میده میری میده میده بالا مرا کشته عزیزو قد بلند و بالا زندگانی تنها تو را ندارم از درد و داغ سیر و ناصر از لب تو سامان زندگانی تنها تو را ندارم میده میده میری میده میده بالا مرا کشته عزیزو قد بلند و بالا میده میده میری میده میده بالا مرا کشته عزیزو قد بلند و بالا میده میده میری میده میده بالا